بسم الله الرحمن الرحیم. خب به جلسه سوم از داستان ام المؤمنین حفصه دختر عمر رضی الله عنهما رسیدیم. تا اونجا رسیدیم که ایشون همسر خودش رو خنیس رو از دست داد در جنگ بدر، اون مجاهد بزرگواری که تا آخرین لحظه در جنگ بدر مقاومت کرد علیرغم زخمایی که بدنش برداشته بود. و بعد بالاخره ایشون وقتی که دیگه به مدینه برگشت از دنیا وفات کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشون رو با عثمان بن مظعون که داییش بود بالاخره و شهید شده بود در اون جنگ بدر با هم دفن کرد کنار هم دیگه. و خب حفصه هم نقل کردیم که دیگه زن عابده‌ای بود، زن نیکوکاری بود، اهل روزه بود، اهل قیام اللیل بود. و عمر وقتی این شرایط رو دید و برای دختر خودش حفصه دنبال همسر میگشت و اشاره کردیم که چگونه به ابوبکر پیشنهاد داد، چگونه به عثمان پیشنهاد داد و وقتی دید اونها توجه نمی‌کنن پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت برای شکایت و پیامبر گفت برای حفصه بهتر از عثمان گیر خواهد اومد و برای عثمان هم بهتر از حفصه. و بعد از چند روز رسول خدا صلی الله علیه و آله از حفصه خواستگاری کرد و از اون ور دختر خودش ام کلثوم رو هم که دومین دخترش باشه به عثمان داد. خب تا اینجا رسیدیم که و دیگه اشاره کردیم به این که عمر بعد رفت حتی پیش ابوبکر، همدیگه رو دیدن و ابوبکر پوزش خواست و گفت بالاخره ببخشید ممکن از من ناراحت شد بشه. گفت ناراحت شدم. و ابوبکر گفت بالاخره من شنیده بودم، من متوجه شده بودم راز رسول خدا صلی الله علیه و آله که در مورد حفصه صحبت کرده بود. من نخواستم راز پیامبر رو آشکار کنم تا مگر اینکه خودشون آشکار بکنن و اگر پیامبر نمیگرفت و من حتما دخترتو میگرفتم. و این خیر و برکتی بود که خداوند نصیب حفصه دختر عمر کرده. اینجا بود که حفصه جزو امهات المؤمنین قرار گرفت و جایگاه ویژه خودش رو در بین همسران پیامبر داشت. و ام المؤمنین عایشه میگه در حد من، یعنی در حد خب زنها نسبت دیگه برای هم حد و اندازه قرار میدن، میگه حفصه در جایگاهی بود که میتونست با من چیکار بکنه، مثلا در یک تراز و در یک موقعیتی قرار بگیره، چون به خاطر اینکه هم جوان بود هم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بهش توجه میکرد. و خب طبیعیه که ایشون هم جزو شخصیت هایی باشه که پیامبر توجه بکنه و جزو 5 زنی که رسول خدا صلی الله علیه و آله داره، 5 تا از امهات المؤمنین خب از قریش هستن: عایشه، حفصه، ام حبیبه، ام سلمه و سوده بنت زمعه که رضی الله عنهن جمیعا که خود اینجا نقل میشه. در هر صورت ام المؤمنین حفصه جزو زنان برگزیده و صحابیات صدر اول اسلام به حساب میاد، کسانی که در عبادت رو به بهترین وجه یاد گرفته بودن از رسول خدا صلی الله علیه و آله، اون عبادات رو انجام میدادن در حالات روزه، در حالات قیام اللیل. ایشون هم جزو افراد برگزیده و سرشناس شناخته میشد، در حالی که ایشون میگفت یکی همین روزهای مداومی که ایشون داشت و یکی قیامهای لیل ایشون رو ممتاز کرده بود نسبت به دیگران. و تا جایی که یکی از عواملی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با ایشون هم ازدواج میکنه همینه، این صفات برگزیده‌ای هست. خود پیامبر هم میگه اگر میخواید ازدواج بکنید صفاتی رو برای زنان برمیشماره و میگه یکی از صفات ویژه‌ای که زنان باش شما بعد از مرد میره برای خواستگاری بحث دیانته و خوش به حال کسی که به خواستگاری زنی بره که برای دیانت اون بره، نه برای چهره و زیبایی و اندام و پول و ثروت و شهرت و مدرک و اینها. یعنی قدم اول برای دیانت اون زن بره، برای دینداری اون زن بره، برای التزام اون زن بره. متاسفانه میگم معیارها و ارزش‌ها امروز عوض شده که امیدوارم خداوند کمک کنه هر انسانی خودش میدونه و خودش و اعمال خودش که فریب این ظواهر رو انسان‌ها نخورن. در هر صورت تاریخ هم شهادت میده در عبادت و صلاحیت ام المؤمنین حفصه. و خب ما ایشون هم خیلی تلاش میکرد که بتونه رضایت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به دست بیاره و به هر طریقی پیامبر رو خوشحال بکنه. از اون ور ام المؤمنین عایشه حتی نقل شده که برای غذا مثلا غذا میخواستن بپزن، مثلا میدیدی ام المؤمنین حفصه غذا میفرسته آماده میکنه برای پیامبر و یارانش میفرسته، از اون ور ام المؤمنین عایشه مثلا همزمان میفرسته. و اون نگاه و برخوردهای خاصی که اینها داشتن در نگاهی که به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داشتن که بخوان محبت به دست بیارن. اما یک داستان، یک اتفاقی میفته در زندگی ام المؤمنین حفصه و ام المؤمنین عایشه که جالبه که این داستان رو ببینیم به طور منطقی بهش نگاه کنیم. خب رسول خدا صلی الله علیه و آله با همسران خودش زندگی میکنه در عینی که پیامبر خداست یک انسانه
خوب داشته باشید یک نکته ای رو که خیلی ها شاید گاهی متوجه نیستن، نقش انسان بودن و بشر بودن رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ما انا الا بشر مثلکم، من بشری مثل شما هم انسانی مثل شما، الا یوحی الیه، مگر در بی من وحی میشه. یعنی رسول خدا هم تحت تربیت و برنامه‌های الهی هست. خب طبیعیه که ایشون هم مثل هر مردی با هر زنی خود بالاخره همسران خودش رفتارهای خاص خودش داره، اما رسول خدا میگه خیرکم خیرکم لاهلی، بهترین شما برای همسرانتونه و میگه من بهترین فرد هستم برای همسران خودم. این سخنی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه و ام المؤمنین عایشه نقل میکنه رسول خدا رو، میگه وقتی که با همسرانش تنها بود، کسی اونجا نبود، بسیار خوش نرم خوش اخلاق، یعنی نرمترین انسان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود نسبت به همسرانش. و میگه اکرم الناس ضحاکا بساما، کنار همسرانش لبخند میزد، خوشحال بود. و واقعا امروز جای تأسف داره مردانی که در بیرون بشاشن و دوستان خوبی دارند و هم مجلسند و به قول معروف اهل معرفت و مرامن، اما در خونه ها میان برای زنانشون عبوس و خشن و رفتارهای نادرست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که در خونه برای بهترین انسان بود، رفتارهاش با خنده و شوخی و محبت و دوستی بود که اصلا کانون خانواده رو گرم میکنه. یا زنان فرق نمیکنه، با دوستان خودشون محیط کارشون خیلی خوبن، خوشن، به خونه که میرسن خستگی کوفته با شوهرانشون رفتارهای سراسر غر و رفتارهای ناپسند انجام میدن. در واقع بهترین انسان اگر میخواد شناخته بشه در خانواده خودشه. انسانی که برای خانواده خودش خوب نباشه چجوری میخواد برای دوستانش و محیط خودش خوب بشه؟ خب رسول خدا صلی الله علیه و سلم مازاد بر این که خب پیامبره، در عینی که در واقع یک انسان هست، این انسان در خانواده خودش بهترین هست. و این تعریفی که ام المؤمنین عایشه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم میکنه، میگه کان اذا خلا بنسائه، وقتی با همسرانش تنها میشد، الین الناس، نرم ترین مردم بود، مهربان ترین مردم بود، دوست داشته ترین از بین مردم بود. یعنی اینقدر رسول خدا با همسرانش رفتار خوبی داشت. و اکرم الناس ضحاکا بساما، و گرامی ترین مردم بود از اینکه خیلی میخندید با همسرانش، شوخی میکرد و اون محیط کانون خانواده خودش رو رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرم و سراسر محبت داشت. و خب اما خب تو هر خانواده‌ای وقتی که انسان صحبت میشه، صحبت از انسان میکنیم، خیلی اتفاقات میفته. در زندگی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم میبینید این اتفاقات افتاد. در داستان ام المؤمنین عایشه داشتیم که چگونه بالاخره اون تهمت زده شد و اون اتفاقات افتاد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مورد اون آزمایش قرار گرفتن مسلمانان و خود ام المؤمنین عایشه که چگونه زندگی اینها تیره و تار شد تا اینکه وحی الهی اومد و دوباره اون تیره و تاری از بین رفت و اون غم و اندوه از بین رفت و دوباره شادمانی و خوشحالی اومد و علی رغم اون نقشه هایی که منافقان و دشمنانشون داشتن، حسودا داشتن. طبیعیه که حالا این اتفاق رو هم ما میتونیم همین داستان رو به نوع دیگه با در داستان حفصه داریم و باز همون ام المؤمنین عایشه در مسئله دیگری که یک تربیتیه در واقع در مسیر آموزش دینی. من این میخوام یادآوری کنم که خوب متوجه بشیم. برخی افرادی که مریضن، قلبشون، روحشون، وقتی داستان اتفاقی روایتی رو میبینن مطرح میکنن، مثل چماق میخوان تو سر بزنن، آقا اینجوری بود. نه، نگاه بکنید حرکت پیامبر با یارانش، با شاگردانش، با خودش، آیات الهی، همه درسه، گام به گام تربیت و درسه. زندگی پیامبر هم همین گونه هست، هر جایش درس هست. خوب داشته باشید که در مورد ام المؤمنین حفصه نقل میشه که خب ایشون میدید که پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به زینب دختر جحش که خب ام المؤمنین زینب دختر جحش هست، خب دختر عمه ایشون بود، میدید گاهی بیشتر پیامبر باهاش مثلا خونه اون که میره بیشتر مینشینه، باهاش بیشتر صحبت میکنه. خب اون غیرت زنانگی پدید اومده بود. حالا برخی نقل کردن با ماریه این اتفاق افتاده بود، مادر پسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ابراهیم. در هر صورت اون غیرت زنانگی پدید اومده بود نسبت به حضرت حفصه در خودش که پیامبر چرا بیشتر مثلا توجه بکنه و امر خیلی طبیعی، یه امر انسانی هست. در هر صورت ایشون با ام المؤمنین عایشه صحبت میکنه، با هم می‌نشینن چیکار بکنن که پیامبر حداقل کمی کمتر محبت بکنه، مقداری به اینها بیشتر توجه بکنه،
یک حالت کاملا انسانی هست. و خب ما در اینجا میبینیم آیاتی از آیات مبارک الهی در این منزلت نازل میشه و در این اتفاق نازل میشه که در مورد پیامبر خدا صلی الله علیه و در مورد همسرانش که میتونه درس بزرگی برای همه ما مسلمانان باشه و تأثیری که بر قلب‌های امهات المؤمنین داره و بر هر زن دیگری که میتونه این اتفاق بیفته. من چون وقت ما گذشته یا که میخوام داستان رو برای جلسه بعد قشنگ بتونیم با هم باز بکنیم. فقط میخوام نکته اینجا اشاره بکنم، اون چرا که در زندگی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در زندگی امهات المؤمنین، یاران ایشون و اصحاب میخونیم و صحابیات، همه گام به گام حرکتیه برای اینکه افراد برسن به اون تکامل روحی، اخلاقی، ایمانی و التزام. و این متاسفانه بیماردلان، مریضان به گونه دیگر به این وقایع نگاه میکنن، تا به گونه تربیتی دین، تا به گونه نگاهی که الله رب العالمین برای پرورش انسانی که از جاهلیت به اسلام اومده تا به تکامل حقیقی انسانی برسه، به تکاملی که منظور الله رب العالمین هست برسه. برای همین ادامه داستان رو میذاریم جلسه بعد، چون وقتمون تموم شده، تا در جلسه بعد بتونیم با حوصله بیشتری به این داستان نگاه بکنیم که چگونه برخورد میشه حضرت ام المؤمنین حفصه و ام المؤمنین عایشه با پیامبر خدا صلی الله علیه و چگونه میخوان مثلا اون حالت غیرت زنانگیشون رو نسبت به توجه پیامبر نسبت به زینب بنت جحش، ام المؤمنین زینب بنت جحش یا ماریه قبطیه مثلا نشون بدن. در جلسه بعد با ما همراه باشید تا این داستان رو در روایت امام بخاری با هم نگاه کنیم و ببینیم. تا فرصت دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.